حیث پروژکت منیجر در پروژه کمک‌های زمستانی ما توانستیم که بسیار مردم مستحق از طریق این پروژه کمک کنیم. در شروع پروژه ما همراه نماینده‌های مردم، همراه مستحقینی که بسیار در جایی که بسیار دور افتاده هستند و مؤسسات کمک نکردن و مردمایی که بسیار مستحق هستند ما همراه اونها میشینیم و بعد از انیشیالیستی که برای ما ارائه میشه از طریق کمیته ما بالای از او سروی انجام میدهیم که سروی خانه به خانه است. از این جمله برای بعضی خانواده‌ها که نظر به کریتریای ما مستحق بودن همچنان اینا پول برای کالای زمستانی معادل $74 بود که اینا یارم دریافت کردن و همچنان بعضی خانواده‌ها کمپل برای زمستان که 5 کمپل بودن یا هم از این سفید شدن و زیادتر مردم که ما در وقت سروی می‌دیدیم اینا هیچ چیزی نداشتن برای مواد سوخت. دیگه رضایت مردم بسیار بالا بودن، بسیار خوش بودن و اینا میتونن که ضروریات اولیه خود مرفوع بسازن.